السلام علیکم استاد عزیز. آیا درست است که من خواهر خود را بوسه کنم؟ من در این باب چند بار صحبت داشتیم که ابولیث سمرقندی ما و شما 5 نمود بوسه را برای ما و شما اجازت دادند. یکم بوسه پدر و مادر فرزندها را می تواند که از رخساره هاش بوسه کنند. دوم فرزندها می توانند پدر و مادر را از بالای سرش بوسه کنند. سیوم بوسه ای که هست، این بوسه خواهر برادر را یا برادر خواهر را از پیشانیشان. چهارم بوسه این دست عالم یا دست پادشاه عادل. پنجم بوسه این بوسه مرد زن را از دهانش، میتواند که زنی حلالی خودش را از دهانش بوسه کند. این 5 نمود بوسه است، میتونین از اینها استفاده کنین. دیگر غیر اینها، دیگر زایل هایی که بوسه ها هستند، از اونها استفاده